موسی بن عمران تو کوه طور به پروردگار گفت فلانی در مصر ثروتش که خیلی، بدنش هم که خیلی سالم، زندگی هم که براش خیلی خوشه، بیدین کامل هم که هست، چرا یه سردرد نمیگه؟ پروردگار فرمود موسی او را به عذابی مبتلا کردم که بدتر از این عذاب در دنیا نیست. گفت خدایا یه دونه ناله نمیکشه چون هیچ چیش نیست. کتاب رسید خودش رو از یاد خودش بردم و انسانی که خودش رو از یاد برده باشه یه چشم هم زدن یاد من نمیکنه. بدترین بلا.